حسیب پنجشیری یا همان حسیب قوای مرکز از مقاومتش در مقابل باند تبهکار غنی تا مقاومت در مقابل گروه تروریستی طالب، او کیست و چگونه در میان مردم به عنوان مارشال جوان معروف شد؟ در دل کوههای سر به فلک کشیده پنجشیر، جایی که تاریخ افغانستان بارها شاهد مقاومت و ایستادگی بوده است، مردی قد برافراشت که امروز نامش با شجاعت و جنگاوری گره خورده است: حسیب پنجشیری یا همان حسیب قوای مرکز. او در 28 جنوری 1992 در روستای آبدره ولایت پنجشیر چشم به جهان گشود، سرزمینی که همیشه مهد دلیران و مبارزان بوده است. کودکیش در دامنه‌های هندوکش گذشت، جایی که صدای رودخانه و کوه آمیخته با خاطرات تلخ جنگ شخصیت او را ساخت. در 2010 حسیب جوان تصمیم گرفت تا به صفوف امنیت ملی افغانستان بپیوندد. او آموزش‌های سخت نظامی را در واحدهای ویژه پشت سر گذاشت، آموزش‌هایی که تنها مردان پولادین می توانستند از آن عبور کنند. از همان ابتدا استعداد و دلیری او زبانزد فرماندهان شد. در عملیات‌های گوناگون در شرق و جنوب افغانستان او بارها نشان داد که نه تنها یک سرباز عادی بلکه یک فرمانده جسور در میدان جنگ است. به همین دلیل در مدت کوتاهی به پست‌های مهمی در این نهاد رسید و به عنوان یکی از چهره‌های برجسته نیروهای ویژه شناخته شد. اما در پس این موفقیت‌ها حقیقتی تلخ پنهان بود. حسیب شاهد سیاست‌های تاریک و تصمیم‌های شوم و قومی شد که با روحیه ملی‌گرایی او همخوانی نداشت. سرانجام در 2018 پس از 8 سال خدمت تصمیم گرفت راه خود را جدا کند و از امنیت ملی خود را کنار بکشد. 1 سال بعد در 2019 نقطه سرنوشت ساز زندگیش فرا رسید. دستگاه امنیت ملی از او خواست تا دست به کاری بزند که روح او نمیپذیرفت: ترور شخصیت‌های قومی و سیاسی کشور. اما حسیب پنجشیری این دستور را قاطعانه رد کرد. او نمیتوانست دستان خود را به خون بیگناهان آلوده کند. او سلاح بر دست گرفته بود تا مدافع مظلومان باشد، نه یک جنایتکار. رد کردن این دستور برای وی بهای سنگینی داشت. دولت وقت علیه او دسیسه چینی کرد، با شایعه پراکنی و بدنامسازی تلاش کردند تصویرش را در چشم مردم مخدوش کنند. نامهای دروغین بر او بستند و روایتهای ساختگی علیه او ساختند. اما حسیب از دل همان تاریکی ها درخشید. او نه تنها تسلیم نشد بلکه امروز یکی از محبوب ترین مبارزین کوههای هندوکش است. مردی که صداقت و شجاعتش جایگاه ویژه‌ای در دل مردم یافته است و مردم به او لقب مارشال جوان را دادند. پس از این رویارویی حسیب به زادگاهش پنجشیر بازگشت، در دل همان دره‌ای که تاریخ بارها شاهد مقاومتش بوده. او با صدای بلند از خیانت‌های دولت پرده برداشت. سخنانش مانند آتش در میان مردم پیچید و بسیاری از نیروهای سرخورده دولتی دل به او سپردند و به صفش پیوستند. حسیب پنجشیری گروه نظامی تشکیل داد. هدف او روشن بود: دفاع از مردم مظلوم افغانستان و حمایت از سربازانی که در خط مقدم بدون پشتوانه واقعی می جنگند و
قربانی دسیسه‌های ارگ ریاست جمهوری هستند. هرچند اختلافات جدی با سران حکومت داشت، اما هرگز پشت نیروهای مسلح کشور را خالی نکرد و با آنها مقابل نشد، بلکه همچون برادر همیشه در کنارشان ایستاد. اما این پایداری بی پاسخ نماند. دولت در همان سال عملیاتی ویژه برای دستگیری او راه انداخت. نیروهای امنیت ملی و وزارت داخله با تمام قوا وارد پنجشیر شدند، اما پس از ساعتها درگیری سنگین دست خالی برگشتند و وزارت داخله وقت رسما اعلان کرد که این عملیات ناکام مانده است. این شکست نام حسیب را بیش از پیش بر سر زبانها انداخت. اما سرنوشت افغانستان در آگوست 2022 تغییر کرد. سقوط جمهوریت و بازگشت گروه تروریستی طالب بار دیگر پنجشیر را به سنگر مقاومت تبدیل کرد. در همان روزها حسیب قوای مرکز همراه با احمد مسعود و جمعی از فرماندهان نامدار پرچم مقاومت دوم را برافراشتند. او فرماندهی نیروهای ویژه جبهه مقاومت را به دوش گرفت، نیرویی که امید تازه‌ای برای آزادی خواهان است. از آن زمان او با همرزمانش در دل کوههای هندوکش جنگ چریکی علیه طالبان را آغاز کرد. حملات برق آسا، کمینهای ناگهانی و مقاومت در دل برف و سنگ تصویر تازه‌ای از مبارزه را رقم زد. صدای تفنگهایش پژواک همان تاریخی بود که پنجشیر را قلب تپنده مقاومت ساخته است. اما این راه آسان نبود. طالبان با حملات متواتر و بی‌امان فشار سنگینی وارد کردند. بسیاری از یاران نزدیکش شهید شدند و گروهش ضربه سختی خورد، اما او ایستاد، هنوز هم ایستاده است. امروز حسیب پنجشیری نه تنها یک فرمانده نظامی بلکه نماد سرسختی و وفاداری است. او در کوهها و در رههای هندوکش همچون سایه چابک و ناپیدا علیه طالبان می جنگد. شاید موفقیت‌هایش بزرگ و گسترده نبوده باشد، اما حضور او یک پیام واضح دارد. پیامی به دشمن که روح مقاومت هرگز نمی‌میرد و پیامی به مردم که پنجشیر هنوز نفس می‌کشد. حسیب پنجشیری، مارشال جوان مردمش، امروز با همرزمانش همچنان در صفوف جنگ است. نامش در تاریخ معاصر افغانستان با واژه‌های شجاعت، وفاداری و ایستادگی ثبت خواهد شد. چه پیروز گردد، چه در این راه جان ببازد.